سلام علیکم هموطنان عزیز، نام من ایوب. امیدوارم خوب هستید. موضوع امروزه ما ایمینه برای پسرینیکو، ایمینه برای حرامخرا. ویدیو را تا آخرش تماشا کنین، گوش کنین چی میگه یک مهاجر بچه تاجیک. Generali Gabza, چی میخوای امی گنرال پروکراتورا؟ محترم گنرال پروکراتورا، از شما خواهش دارم که من در شهر مسکو قرار دارم. شایموف نورالی بچه خالم مرا فرود کرد که سان پترزبورگ بیا کار کنی. 3 ماه رفتم کار کردم. 3 ماه داکیومنت هم سوخته. به داکیومنت موزی در چه قرار دارم او گراژه داره که میویم تا میکشیم تا ما برای پلی خود طلب کردیم که پل ما بتیم برای پلی خودم او گراژه دارم. در شهر چند سیم پول تانه داد؟ اگر ما مینت همش علال ما بپرسم همش کنشنه همش چند که؟ گو که تیاگا گفت تیاگا به پلای گفت ما تیاگا زدم کدی تیاگا همش حساب کنیم 150,000 150,000 پولی پاتنت نصیب باشم مسپورا پولی پاتنت ندارم. داکیومنت چستگیت به داکیومنت در شهر مسکو قرار دارم خلاورم و همون گراژه داره که میکشیم تا در جنگام پاتن گراژه دارم. فهمو اوی تاجیکستان را کیه یا؟ دو هفته پس میگه تاجیکستان میریم تا میگه تشو تا وچتا میگه نسلی ها نکنیم در کنه تلکه میزنه میگه میدومه رنگ گفته پدر تن گفته مادر تن گفته. ولی دوستان عزیز همش راست. این ویدیو قریب یه ماه پیش در تمام سایت اینترنتی ما پانچ کردیم، قریب 25 مینوت بود. خیلی ویدیو خوب بود. لیکن دودار وعده دادن در پیش دودار نکلین غلطیدن، فندش کردن، فریبش کردن که روزی 30 پول تمیتیم. 30 دادن پولش ندادن، هفتم کردن، هفتم دهم کردن. ما دیگه نمیدونم برای که او آدمی که زنگ میزنه قطعی خشوگاه میزنه. ما 3 روز تمام ویدیو ما تیار میکنم. ما ایسی زنگ زدم، تاجیکستان زنگ زدم، 10-15 ازبق دیگه بزنم. این آدم پسرینیک است، برادر شایموف نورالی ماشینیک، настоящий посредник, настоящий حرامخور. مرا با او گراژات میکنه. و تو بیو تاجیکستان بر هر یک سخن جواب میدی. تمام مقامات زنگ میزنه. همین با فکر ما دوستان عزیز، همین حرامخور خوینا یک سخن داره. ما قطعی مقامات گام میزنیم. تمام مقامات ما را زنگ میزنن. یا خالی میکنه که کارمندان مقامات رنگی یا دلبایو بودم. این مرا وعده داده بود که من فر نداره پولی او جوان داد نداد. وقتی که مرا زنگ زد گفت که اگر ویدیو را داری که گفتم چی با من دلیل نمیکنم، من تری آدم نیستم، حقیقت حق است. نه مرا وعده دادن التماس ویدیو را دلیل که من اجازه نمیدم. یه تاجیکستان زنگ زد گفتم چی گپه؟ گفت خیر، گفته که پولتون پول خود میده. من دیگه نمیدونم پول داد نداد، من نمیدونم. لیکن как раз همین ویدیو اشک مادر ده عجایبات است. دوستان عزیز، این آدم رو بشناسید. قطعی آدم کار نکنه. این آدم ماشینیک. آخری ویدیو ده گوش کن چی میگه پدر مادری جبر دیده. نخو که دوستان عزیز، ای پسرینیکوی حرامخورا، تو میبری کارش میفهمونی آدمش حساب نمیکنی، بلکه شکاتور میکنن. تو چی گپی او کی اختش کی شکاتور کنه؟ تو گپش گرفته سی. میبری کارش میفهمونی بیچاره در خنکی با میزنی سرش میکنی و گراژاتش میکنی. همش حقیقت است، همش زبسته است. با زنگ میزنی پدر مادرش با او گراژاتش میکنی که ما بچه ترا میقپیم عقبش فلان میزنیم. همین گپو همش گپوی خوینا است. میفهمی؟ با فکر من نمیو زنگشو میزنن بعد خوینا تموم او یورا میبرن همش نکار میکنن. این خیلی میکنن. اما در دولینی بلند بانیسا دا میغلطه. میفهمی دوستان عزیز؟ ما که همین جمعی تاجیکستان مورنگ رسید که فدراسیه شوه که کسی که وفات میکنه یه روز دو روز باید مرده باشه. باید причинаш باید باشه. چه خیلی آدم وفات کرد. بزنه مادر دلش میزد. همه بلند گوش میکنن. برای چی؟ این مرد.
هیچ که نمیدونه. ای دلبایوب زنگ میزنم مادرم میگه که تو نگاه که واسه ما ویدیو شو میکنم که چه بچه ترما کنیلیچ میکنم داقیبش لبوچ میزنم روید میکنم. مادر پیرا پدر پیرا ما میام تاجیکستان پیشی تدا بچه تا میشنونم پیشی تدا از نسلی بچه میکنم پانی خود لیچ میکنم راه میزنم استفادهش میکنم. این گپا مران گفته بود. گوش کنین شما باور نمیکنین گپای ساقفایی با این ویدیو را پدر مادرش اجازه دویگه که من این ویدیو را باید چی کسیم که ای دوستان نرنجانین مادر ما دیگه نمیگذاریم که یکم نگدیه شکل پدونک مرز دلبایو موسر حرامخور مدک که یک مادر تاجیکا برنجاند. ما نمیگذاریم دیگه. بس است. ویدیو را گوش کنین پدری جبر دیده چی میگه. و منین ختونه کمیتر ادب نویسی دوستان عزیز. سلامت باشه. جاتون کدا گاکا بچتا. گرازا کا گوکی ماگو اورا ماگو ای بوی جما دام دروم نه پاتون گو میاد وانشا گو در خودش گفت چه کمی زمان گفت با مطرح نشون میتون. فهمو. ماران زنگ زدم گفتمش ای برادرم تری گپ چه گفت که او را ما میقپمش. من گفتم که چیزا کار همین گفتم کایم بچه مهنت کرد چون خیلی طلب میکنم اتو کار نپرسیده سر مهنت کارش پرسیده سر. شما اوتای نمو بچه میشین بچه چی نم داره یکا بچه چی نم داره؟ بچه خودت نمو دامی بچه شیرالی بچه خودم شیرالی شما پدرش میشین؟ ما پدرش میشم او بچه کلونتی قطعی همو کار که پولشونا ندوده اگه نیستن گبرسته که؟ او نمی گرفته اگه اول پاهم گرفته اگه اصلا 50,000 شده اگه اگه اخرا موندگی پولش بچه نگه پول نی از کس کرد همین 20 تاجیکو را فهم که اگر این بچه‌ت میگه خیلی خطون کلونه اونا دوماتش خونوایران شده پشتی نمیام نه بچه تا که جون همی شاو درست خوب نیستی مران شاو خوب نبود گیرم میکنم میگه پاتنتم سوخ میگه نمی گیت چینا دارم بله با زنگش میزنم میگه ما پروکراتورا کار میکنم ما همه شما را فالو میکنم او میگه شکاتورچیه ادم نیست تن ادم نیست مرا میگه ده مرا گنده علام کرد نمی گپو بیسته برای که بچه تر اوگراجات کیسه قسم اخرا میفهمی میگه با ایمانم قسم اخرا میگه ایوب جان این کار چیز که دست کرد میدونم اکا فرزند مرا که اوگراجات کده من نمیمونم رای کی هیچی اکا جون زیق نشه ای هم توریکسون میاد انشالله هم توریکسون دا ایرمو سرفراش میریم انشالله اکا زیق نشد بچه جای خوب ده انشالله اکا او جواب میته پیش خونده شما فرموش نکنه که ما دولت داریم و کنستیتوسیا داریم. اوکی ما انا گفتم ما تو که خیلی نمویا اودن کمبغل ما یکی ما در طور سرم دولت دارم. اوه رحمت با پدر فخر کنیم که ما دولت داریم. ما انشالله که بیشتر گپ نمیزنیم ما انشالله که یک کارش میکنیم که او را همه دیگه داروش توش میکنیم. او را کل بعد داشته نه پیشه که پیسه ادیک 2 میلیونی هم دیگه تابشه 6 میلیون. میدونم مرا میگه ما در کریپتون پوتیلکا میزنم کیت میگه پیشنمو شیرالی بچه‌ت نماش او میگه تو شیرالی در پیش شیرالی برام در پیش چشمیت یوریس باشی در پیش چشمیت میگه زینوش میکنه میگه میرم توریکسون در پیش اوچاش میگه لیپ چش میکنه